You mistake me, my dear. Mistake فعل بیقاعده به معنای اشتباه کردن، برداشت اشتباه داشتن نسبت به کسی یا چیزی. وجوه پنجگانه اون عبارتند از mistake، mistook، mistaken، mistakes و mistaking. I have a high respect for your nerves. Respect فعل با قاعده به معنای احترام گذاشتن، گرامی داشتن و ارج نهادن هست. وجوه پنجگانه اون عبارتند از respect، respected، respected، respects و respecting. respect به صورت اسم هم استفاده میشه. عبارت have respect for به معنای احترام قائل بودن برای کسی یا چیزی هست. They are my old friends. I have heard you mention them with consideration these 20 years at least. Mention فعل با قاعده به معنای یاد کردن و اشاره کردن هست. وجوه پنجگانه اون عبارتند از mention، mentioned، mentioned، mentions و mentioning. consideration اسم هست به معنای توجه، ملاحظه، تأمل که از فعل consider میاد. consider فعل با قاعده هست به معنای در نظر گرفتن، لحاظ کردن، گمان کردن. وجوه پنجگانه اون عبارتند از consider، considered، considered، considers، considering. و با تلفظ آمریکایی consider، considered، considered، considers، considering. معنای متن رو با هم مرور میکنیم. You mistake me, my dear. آقای بنت به همسرش میگه تو درباره من اشتباه برداشت کردی. I have a high respect for your nerves. من احترام زیادی برای اعصاب تو قائلم. They are my old friends. اونها دوستای قدیمی من هستند. I have heard you mention them with consideration these 20 years at least. من حداقل در این 20 سال شنیدم که از اونها با تأمل یاد میکنی.